салом ба ҳамаи шумо донишҷӯёни азиз. айни ҳол дарси шашумро дар урбини элементари шурӯъ мекунем. хоб имрӯз мо дар бораи яъне рақамҳо, яъне дар забони тоҷикӣ рақамҳо чӣ мешуданд? Шумора, яъне дар бораи шумораи забони англисӣ гап хоҳем зад. Numerals. So, мисол дар забони англисӣ аввал чӣ чизро донистан дар кор? Хоб то 10 менависам чӣ хел мешавад? Айно шурӯъ мекунем. 0 дар забони англисӣ 0 мешавад. 0. خب 1 2 3 4 5. خب 1 2 3 4 5. One, two, three, four, five. یعنی شرط نیست من با توجیهی مثال گفتم، برای که رقم‌ها مثال در زبان ما انگلیسی، روسی، در همه زبان‌ها خرید یک خیلی نوشته میشن. مثال یک هست، دو هست. خب 1 2 3 4 5 5. خب این چنین 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10. خب یعنی ما از این ها رقمات تا 10 نوشتیم. مثال چی رو باید دونست؟ مثال ما در زبان تاجیکی میگیم یک تا، یک دانه، یکم، یعنی هم یک دانه، یک هم مثال و چند مثال گروه ها تقسیم میکنن. مثال اگر ما گیم که یک تا سه دارم، مثال اگر با گوییم که مثال یکمی مای است، مثال پگاه یکمی مای است یا که خب یکمی ایول است مثال، یعنی ما داریم مثال یکم یعنی ایلوه میکنیم. خب این حال درباره همین مثال رقم‌ها چه استفاده بریم؟ یک چند مثال میبرم. مثال شما میتونید بگید که مثال I have 2 notebooks. خب I have جای خالی هم نداریم. خب من این حال همین خطاش رو پاک میکنم. مثال I have 2 cats. خب در اینجا برای چه آخری کت اسم میمونیم؟ یعنی این علاقه وقتی هر یک پردمت از یک تا زیاد شد، یعنی هر یک چه گیم پردمت به زبان تاجیکی چی میشه؟ اشیا، یعنی هر یک اشیا از یک تا زیاد که شد در پس وقت حتما در زبان انگلیسی پسوند اس اضافه کرده میشه. مثال I have 2 cats. من 2 گربه دارم. خب یعنی 2 گربه ها دارم، یعنی این بسیاری علاقه در نظر دارد. در اینجا مثال دیده است 2 cats. شما میتونید در اینجا دل خود رقم خود را مونید. مثال شما اگر 5 تا داشته باشید شما میتونید به جای 2 5 مونید. مثال I have 5 cats. یا اینکه اگر به جای این cats مثال ماشین گفتنی باشد یا که دیگر چی car. So car. مثال I have 2 cars. I have 2 cars. خب اکنون یک چیز دیگه میفهمیم که یعنی ما اگر رقم چیزلای یعنی تاریخ روز گفتنی باشیم چقدر در زبان انگلیسی گام می‌زنیم. مثال یک میشود مثال first یکم یعنی معناش. دوم باشد second میشود second. 3 یعنی سه third میشود. third یعنی سیوم. غیر از همین سیوم خب 1 2 3 و این چونی پنجم یعنی شکلش تغییر می‌یابد. fifth یعنی پنجم fifth. در دیگر رقم ها ما تنها این اشاره میمونیم یعنی th میمونیم. حالا که همین معنای اوما دارد. مثال چورم در پس چورم th میمونیم یعنی fourth. حالا که چورم. مثال ششم اگر ما پنجم حالا که نوشتگیم ششم مثال 6 این ششم میشود. هفتم sevens
یعنی 7 هفت تی اچ خطی هفتم. مثال اچ خیلی استفاده این برای مثال خب پاک میکنم. مثال today مثال today is the 7th of مثال July. مثال بینه Today is the 7th of July. خب این ما حرف کلام خط کنم باز خوبتر باشه. یعنی امروز هفتمی ایول میباشد. شما میتونید برای جای مثال 7th first one یعنی مثال امروز اگر یکم ایول باشد. So today is the 1st of July. اکنون افتادم در این برای چه ارتیکل ز پیدا شد در همین شماره ها در 99% جای ها مثلا برای شماره استفاده کردن ما ارتیکل ز استفاده می‌کنیم. مثلا the tense یعنی دهم. مثال the tense یا این دیگراش ده. مثلا the third the second دیگر اکنون این حال درباره رقم های یعنی زیاد گپ میزنیم. مثال 11 12 13 چقدر میشوند تا 20. خب بیا من پاک میکنم. این حال تا 10 حلقه نیسته. مثال یعنی در 1 2 3 4 خب در 1 2 3 و پنجم مثال شکل نوشت در وقتی چیسلو دات گفتن دیگر می شود. یعنی مثال 5 fifths می شود. در موندگی حالت ها مثال همش در پس یک تا تی اچ می نویسیم یعنی ت سه نوکی زبانی ت. البته این معنی هم اومد دارد. مثال دهم تنس نهم ناینس. مثال اکنون درباره 11 تا 20 گپ میزنیم. خب 11 11 12 خب 12 خب باور ندارم 12 با دبل نوشته میشد. خیلی اگر من کمتر در رو نوشته 12 یا با دبل نوشته میشد آخرش با وی. و اگر شما دلتون باشد حتما الوا کنید. 11 12 خب 13 13 14 14 خب این حال یک دقیقه باشش. خب یعنی باتوجیکی نیستیم. خب با رقم شما ما نیستیم. 14 15 یعنی در اینجا ما 15 یعنی دیده است بسیار اینا غیر از یک دو مثال دیگرش تین می رود. 15 یعنی 15 16 16 16 خب 17 17 خب 17 17 18 18 19 19 خب دیگرش چی ماند؟ یعنی 20 20 20 یعنی می نویسیم 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. خب بعد 20 چه میره؟ مثلا ما بعد 20 یک چند تا صد مثلا میریم وزیر اینه ها. یعنی شما الان که فهمیدید مثلا اگر شما گویید 11 11 میگه. اگر 11 هم گویید الان که در اینا همش پس شده یعنی th الان میکنه مثلا th. یعنی این معنی اگر شما در چیسلا گفتنی وقت داشته باشید یا که مثلا یکم دوم 11 12 در دیگر حالات هم مثلا استفاده بردنی باشین مثال او 11مین چمپیون جهان است مثال یا که عموما همین 11 استفاده و عموما مثال پسوند اون استفاده بردنی باشین در رقم در زبان انگلیسی میتونید در همین 11 تا 20 تنها همین th اضافه کنید عموما در ماندگی همش مثال غیر از اون که 1 2 3 و رقم 5 در همش مثال th اضافه کنید یعنی پسوند اون تاجیکی رو میگیرن مثال 11s 12s 13 مثلا 14 یعنی 11 12 13 دیگر اینی ها پوگ میکنم اینجا. خب تا 20 تا که ما نوشتیم و واقعا می نویسیم مثلا ما الان که یک بار فهموندیم که یعنی 1 2 3 4 چی میشده مثلا همین بعد 20 21 استفاده میبریم الان که 21 میشود 20 2 22 مثال موندگیش داریم مثال 23 24 25 26 یعنی عادی یعنی همون رقم ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عادی استفاده میبریم پیش از همین رقم مثلا 20 میمونیم یعنی 20 تا در نظر 21 22 23 24 25 26 و دیگر 27 تا 29. خب 29 مثلا 20 خب 26 7 27 28 29 یعنی 29 بعد 29 مثال الان که ما باید سی بگیم سی در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی سی 30 می شود یعنی مانند با 13 لیکن آخرش این نیو 13 نیو 30 تمام می شود به حرف وای. خب 30 یعنی سی chill 40 بخشش 40 50 50 60 60 خب 70 یعنی دیده است مانند مثلا 11 12 13 14 نه همین رقم‌های مثلا 60 همین مثلا اگر 16 16 شود مثلا 16 یعنی 16 شود 60 60 می شود یا مانند یعنی مثلا اگر 14 14 شود یعنی این قطعی انجام یابد 40 می شود یعنی وای خطی انجام می شود یعنی شبیه به همین یا از رقم 11 تا 19 می باشن همینا 60 60 70 70 70 80 80 90 90 90 خب ما چه فهمونه مثال در همین وقتی 20 بیایم مثال 20 21 الان که 21 22 23 یعنی در همین خیلی استفاده میبره اگر ما مثال 30 شود 31 گفتنی باشیم درست مثال 31 میگیم خب در اینجا
31 یعنی میشود 31. خب 32 الان اینی خطور استفاده می‌کنیم. 32 33 34 35 36 37 38 39 بعد میشه 39 الان چی لاگیم 40 با 41 42 43 44 45 تا 49 هم خیلی الان با همین خطور با همین روش رفتن میگیرد. خب در اینجا الان میموند خب 100 از 100 تا 1000 میموند یعنی 100 چی میشه مثلا و نگفتن همین در همین جا مثلا اگر شما گفتنی باشه 21 21 یعنی 21 21st میشود یعنی ما یکم استفاده می‌کنیم یعنی 21st. اگر 30 باشه مثلا 33 33rd میشود 33 یوم میگم اگر مثلا 33rd یعنی شکلی مثلا یومی رقم 3 استفاده می‌کنیم شکل یومی رقم 3 یعنی 3 یوم گفتنی باشه third میشود با زبان انگلیسی. در همه حالتش مقصد باقی مانده حالت ها غیر از 4 تا باقی یعنی رقم 1 2 3 یعنی first second third و رقم 5 fifth در باقی ماندهش همش در مقصد th اضافه میکنیم مثلا یا بار دیگه نیستم th اضافه میکنیم یعنی ما علاقه اومد در نظر داریم مثلا 31 41 71 81 و اومد دیگر. خب این حال اکنون بفهمونم از 100 تا 1000 اینا پاک میکنم. شما میتونید در پاز مونده هر جایی که در شما لازم است همون جا را برای خود خط کنید بنویسید. خب 100 اساسا 100 میشه. خب بخشش ما خطا نمیستم حرفی ان رو خب 100 مثال چه گیم 100 این 100 بشود. اگر ما مثال 100 حتما مثال یک میگیم مثال در اینجا ما مثال یک تا 1 مونیم 1 یعنی 100 این علاقه 100 صدی پورا رو در نظر دارد. 100 گفتن در مثال ما عموما همه صدها در نظر داریم مثال 100 صدی هم 100 میگیم. خب وقتی ما 100 گفتیم یعنی این علاقه معلوم است مثال 100 مثال $100 مثال یعنی $100. خب یعنی 100 1 قد شروع می شود دویمش یعنی 200 200 می شود مثال 200 یعنی همین پیش از 100 تا نه رقم میمونیم یعنی میشه یعنی یک 100 200 200 300 300 400 400 500 مثل 500 600 700 یعنی 700 800 خب 800 900 یعنی دیده است یعنی چرا مشکل نیست یعنی وقتی ما 100 گفتن یعنی مثلا 100 استفاده می‌بریم باقی مونده مثلا 400 500 300 یعنی پیش از هوای یک تا 3 میمونه پیش از 100 3 می‌نویسیم 100 علاقه میشه 300 مثلا 300 300 400 400 500 500 مثلا دیگر اگر ما مثلا گفتنی باشیم که 120 مثلا 120 یعنی 100 یعنی چه که توجیکی دست مثلا توجیکی در پروسه ما اگر وقت 100 گفتنی باشیم 100 میگیم اگر در پس 100 رقمی رو کرده باشیم مثلا 100 میگیم مثلا 120 یعنی همین جدا مثلا 120 120 یعنی 120 این معناش 120 اگر ما گیم که مثلا 123 اول ما چی باید دونیم یعنی 23 چه بشه 23 همین هیچ مشکل نیست یعنی 100 اول صدا میمونیم 100
23 3 یعنی 123 در نظر داریم 123 اگر ما در همینجا 200 گفتیم باشیم مثلا به جای 120 220 گفتیم باشیم یعنی اینجا 220 میکنیم در به جای همین یک دوی هم میمونیم 222 خب 220 در اینجا که یعنی کور میکنیم 2 می‌نویسیم به جای یک 200 یعنی 200 همه خیلی باقی مونده باشه یعنی شما اگر 853 گفتیم باشه مثال 53 چقدر میشه اول 53 میبینیم 50 50 میشود مثال 3 53 53 میشود اول ما 100 میمونیم 100 یعنی 853 گفتیم باشیم 853 یک بار می‌نویسم 853 یعنی 53 53 800 800 یعنی 853 853 خب اکنون باید دارم که درباره صدی ها شما معلومات پیدا کردید یعنی از 100 تا 900 یعنی 999 99 چی خیلی بشد 99 خب 999 999 999 اکنون رقم هزاری هم میگذاریم خود شما خب اینا پاک میکنم در هزاری یعنی همین 1 2 3 4 29 در جایش میستد خب حتی در هزاری مثال ما 10,000 میگیم که 11,000 12,000 حتی مثال تار مثال 100,000 الان که یک رفتن میگیم مثال 9 10 هم در اینجا بنویسیم خطا نکنیم مثال 10,000 10,000 میشه اگر مثال در رقمای مثال دهی اگر ما گیریم مثال 29 مثال 29 20 نمیگیم که بس بعد 29 30 میرود خب در هزاری علاقه مثال ما 10,000 20,000 30,000 میگیم که برای 11 12,000 برای همه رقم ها استفاده میبریم برای همین 100 ما چه استفاده میبریم خب اول یا تینال ایروان کنیم 2000 شد 1000 شد 1000 یعنی این شکل استفاده میبریم خب بعضی مثال امریکایی ها یا تی میگن 1000 میگن بعضی جدا مثال 1000 میگن یعنی همین 1000 همش یک است یعنی 1000 در نظر دارم 1000 1000 2000 2000 3000 3000 4000 4000 یعنی هم خیلی رفتن میگیرم مثال 10,000 10,000 خب مثال I need $10,000 من با من مثال $10,000 لازم است بگیم اگر 10,000 استفاده بریم یعنی 10,000 اگر ما مثال استفاده بودنی باشیم 10,500 مثال 10,500 خب 10,000 چی میشه 10,000 نه 10,000 10,000 یعنی 10,000 500 چی میشد 500 10,500 یعنی 10,500 خب در نویسیم ما باید برخم نویسیم یعنی 10,500 10,500 یعنی 500 500 10,000 10,000 یعنی 10,500 ما 10,500 میگیم اگر ما گفتیم باشه 10,521 یعنی 521 چی میشه 21 so 21 یعنی 21 یعنی ما در اینجا دو تا نو پاک میکنیم با جای دو تا نو میرسیم 21 10,521
10521. مثلا اگر شما 10521 دانه چیز در کره یا که دیگر چیزا شما میتونید هم استفاده کنید. 10521 در جای 500 مثلا شما 600 مونده میشه چیکار میکنید؟ همین 5 و کور کردن 6 مینویسید مثلا. یعنی کور پاک میکنیم 5 و 6 مینویسیم. یعنی 600 علاوه 600 میشه. در اینجا همین 5 میگیریم 6 میکنیم. یعنی 10621. خب بجای 21 اگر شما 22 گفتن میشه یعنی 22 گفتن میشه 10600 10621 میشه 22 گفتن میشه. همین آخر در مثال 1 اکور کرده 2 میمونه مثال 2 10622 10622. خب اگر مثلا شما گفتن میشه 10000 مثال 12 10012 در اینجا شما استفاده میبرین مثال 10012 مثال 10000 10012 12 просто 10000 بجوی همه یک پاک کرده مثال یک تا 12 میمونه 10012 یعنی این معناش این که 10012 یعنی 10012. خب یعنی با این شکل استفاده میبریم. اکنون یک حالت دیگر میموند یعنی مثال ما اگر بگیم که 2000 میگم مثال اگر وقت سال مثال ما گپ زدنی باشیم که 2020 بگیم مثال 2020 ما مثال در زبان تاجیکی مثال استفاده میبریم چه مثال سال 2020 مثال من به کجا رفتم مثال یا که سال مثال 1998 مثال من تولد شدم یا که سال 1975 من تولد شدم ما 1975 میگیم مثال اگر مثال 1975 یا که در زبان روسی هم خیلی مثال 1975 یعنی همش میگن همین تیسیچش تاخیرش گپ میزنن. در زبان انگلیسی دو واریانت است. واریانت معروف ترینش یعنی دو تا میگن مثلا 1975 میگن مثلا ما یا 2020 نمیگن 2020 میگن 2020 مثلا 1975 مثلا 19 چند میشد 1975 75 1975 این برای آسانی هم صاحبای زبان است هم برای دیگرانی که مثلا یاد میگیرن زبان یاد گرفتنی هستن. برای اینکه در زبان انگلیسی اگر شما میگه 1975 مثلا 1900 مثلا 75 این قدر مثلا زیاد میشه مثلا 1975 این قدر میگه 1975 یعنی 1975 2020 اگر سال 2021 باشه 2021 مثلا 2021. خب دیگر حالت چی است در زبان در شماره یعنی اگر ما مثال بگیم در زبان انگلیسی مثال در چند تا در مثال در میتونه کلمه آن باشه مثال این باشه باز چی از مثال در ات مثال ات یعنی همه در هستن نه که هر ایتش حالت خودش داره مثال در بسیارتر اینه مثال درون یک چیز در نظر دارن آن در بالای چیزی را در نظر دارن ات مثال در مثال اطراف چیزی را در نظر دارن. در وقت شماره استفاده بودن یعنی رقم ها ما نه ات استفاده میبریم نه آن استفاده میبریم یعنی این استفاده میبریم مثال in 2020 مثال اگر ما گفته باشیم در سال 2020 in 2020 I want to buy in 2020 I want to buy a new car یعنی مثال در سال 2020 یعنی در 2020 in 2020 در سال 2020 من میخواهم ماشینی نو بخرم. یعنی در وقت سال استفاده بودن در وقت شماره استفاده بودن
تنها مثال این ما استفاده برده میتونه مثال یا اینکه مثال یکم رقم دیگری باشد و از آرتیکل ها بگیم از آرتیکل ها معروف ترین خب ز استفاده میبریم مثال the 20th century مثال the 20th century 20th century یعنی عصر 20 20 So the 20th century یعنی عصر 20 دیده است یعنی ارتیکل ده استفاده می‌بریم برای چیزه برای که زه ارتیکل معینی است یعنی الله که یک چیزی معین میفهمه مثلا اگر بگیم که مثلا I have a dog یعنی من سگ دارم در اینکه ما a استفاده می‌بریم the dog is black سگ سیاه میباشد یعنی الله که معلوم است چخل میباشد معلوم است الله که برای همین the استفاده می‌بریم در همین جا هم مثلا the 20th century یعنی عصر 20 یعنی الان که شمارش معلومه از همین سو آرتیکل ز استفاده می‌بریم در بعضی حالت‌ها مثلا آرتیکل ا هم استفاده می‌بریم لیکن این در کم است خب این حال باوری دارم که برای شما همین درباره رقم ها درباره شماره زبان انگلیسی کمی هم مثال معلومات دادم اگر یگان سوال باشد مثال حتما در زیر کامنتاری بنویسید ما دیر یا زود برای شما جواب خواهیم داد خب باقی سربلند خانواده باشید تا درس دیگر